اگه من میفهمیدم کلمت میره نه سلام علیکم. کم تو پیاده میایی؟ موتور کاکا بگرفتم پیش من. کاری کردی کاکا، عجب کاری کردی. چی میفهمیدم کاکا؟ همین دیدم براتون یک دن گفت استاد شدم گفت بعد اسناد رنگ که بعد آدم گفت اگه اسناد مگر ببری جواز سیر کنی. انا بگرفتم پیش من. خب کاکا بدیدی که همیگه شلوغ موتورگیری خواهد یک جاده دیگه از یک کوچه میرفتی دیگه. خب میگم معلومه چه کار کنم؟ ما گناه منه که به حرف بچه کدم براتون زندگی خورد بفروختم برای این سکل خریدم. این رنگ که تو یک دو سواری که دید بگید حال ما چه کار کنم کاکا؟ نمیفهمم کاکا خودم هر رقم میفهمم میتونم من چی میفهمیدم با من عباس هم چی نگو که دو ماده اگه تو میری یک جایی که بگیره اونجا استاد نشی یا نری از این رو من گفتم بعد با ما کار ندارم براتون که تیر شم با ما گفت بس تکا. خب حالا من یک روپیه هم به خونه درک نداره که ور برم جواسته کنم چه خاطر به صرف کنم؟ سعی کنی که اسماس پیدا کنی بعد که برای خلاص کنه کاکا خسرو ما کنم نمیفهمم خوب رو بلد چه کنم بعد چی به بلای افتادم به دست از اینو چه کار کنم حالی؟ ما به سر بچه قبلی سکر به این بچه خوب خریدم زندگی خور همه به هم زدیم بس ما برای از این سکر خریدم انا این سکر بچه گر بردشتی دو بودی برداشت از تو بستم نامه چه کار کنم؟ این جوابی بود بابا سلام عباس بیا بابا کار داریم بابا بیا بابا همین دلشی ها مدر کنم بیام ما جواب این بچه خود چی بدم بکنم بعد میرم وقتی دیدیم از سکر این بچه نداشتی دو بودی 4 قدم رو به خونه خوار کنم میگفتی به در که تو میبردم به خونه خوار کنم میبردم سکر همینی بست کنی بودی میزنی که میگیرم هر نمار میگیرم سکر از این رو دیشتی بودی حالا من چی جواب بدم یا بابا میگم بابا سکر مرتاح نورد نورالله به تو نگفتم بابا من زندگی خور همه بفروختم به تو گفتی سکیل بخر به تو سکیل خریدم خب سکیل که بخریدم تو نگفتم به دست حتی به دست من ندی به دست هر کس بودی انا سکیل بگیرفتم چی کار کنم چی خاکی به طرف کنم چی گرفتم؟ سکیل از نورالله بگیرفتم کی گرفتن دوزده؟ نه چکمن گرفته ترافیک نیه بابا من میگم بگیرفتم تو میگی نیه ترافیک گرفته بله چرا به خاطر جواسه؟ واسه جواسه با بیلا بابا حالا چه کار کنیم؟ نورالله شما گو نورالله گفت بیام که سکر عباس بگرفتم ترافیک بگرفته شما شناسمانات نداریم برای خلاص کنیم مبارک باشه با بیلا با میفهمید ما سکر خود هست میدادم آخه بابا جان به دو زران به تو بگفتم آخه سکر به دست کسی نده وقتی که چیز آره تو بده بزیر سکر بستندم بابا من چی میتونستم بگم؟ سکر به دست رای استار بیا گفتم سکر خود افتم بگم خب نمیده کریم میگو که من جای کار دارم میرم من اگه بابا گوش به موزی برنشت من جای کار دارم میرم حالا من چه کار کنم؟ تو اگرای نشون بیشتر کنم حالا بابا مگم جیاش 8-10 پر خرج کنم تا سکر خود بیریم کنم طرفی به 10,000 روپیه میشه واسه جارسل میکنم چه کنم؟ هیچی تو مار بیخونه نمیتونی بابا هیچی یک سنه نست تو بیخونه بریم اینجا 4,000 زندگی خود جمع کنم بابا جارسل مگم جارسل کنم چی حالا بکن چی 10 سال بعد بابا چیکار کنم ندارم پولی بده برو دارم دو لحظه آرام بزینه لکه برو بدا اما که دیشتون کجام کشیدم من سکره بکن خریدون داره بابا جارسل مگم بکن مگه دارم کام پولی بده جارسل کنم نه دارم بده کجا دارم خود تو برو کاری بکن دیگه بابا سیکو تو قابعت سیکو چه کنم خودی هستی اینکی گفت روز اول دامو گفت بابا من به دست مرغیزات همی سکره نمیدم انا نورالله دوباره بس نورالله چی فرما داره
شار پروان چی عجب شارد چهارشنبه ابلا میروم چه بیرو بارد مرا دیدارشان بکارد چهارشنبه ابلا میروم چه بیرو بارد دن 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 یا الله یا الله یا الله السلام علیکم سلام شدنی شنیدم جان جان اول خدا خیریته مولا خیر جایی سی گپایه اونجا خیلی با سفید پوش کردی چه کار کنی گیلا زنده بشی سلامت بشی اول تو خوبه شکر چه کار میکنی گیلا چی پش رو پاستو پاک کن خوان شال خطوس خوب پاک میکنی جسد گندی خساب کنن نختی گیلا کجای عممه عمه تو بابام اول هستم بزو سرا به سرا داده من چهارشنبه قبلان میرویم نه سر دلگ به درد نمیاره از چی؟ از این که اکثره میخونی یاری من دردم که تو ندیدم چوب نبودی یک چیزی بگفتی میخونی میوزر نخون شیعه میخونم میبینم نانه ما جو میلگ میشن که چی گفته؟ گفتم نانه چی جو بسر شدم من خیلی نمیبارم میخونم بخواه که جو کجای بسر پیار تو کجای همالا به تو مثل گرف ذکر ده همالا نگفتم خود نانه ما خود داده من گیلک جمعه بیامدم خب یک 10,000 پیله به کار دارم چنده؟ 10,000 پیله 10,000 تو باید کن دیشته باشی یا خود خوش شخصی یا مدر دیشته و همین دیشته باشه بده بلی چی می 10,000 صبح به خونه بدم همین اولاد ماد بیامد بفا با سمی سکل تو به کار دارم سکلم به سرای استاد در زن آمان باشه من تکوچه دیدم عباس همین تیاره رو بدیدی؟ تیاره که به هوا حیق میکشه گردن آمان باشه سکل تندگی من یک ریزان میداد یک ریزان میداد بگو تینی تال خر سوار نشده سکل سکل سوار بشه خوب رضا خیلی اونا باشه گیلک صبح بیامد گفت سکل خوب بده به کار دارم گفتم خوبه سکل رو ببرد ما برفتم به مکتب تو از مکتب بیامدم سکل من نبرده به پیار گفتم سکل من نبرد هیچی دیگه پیار خودم شروع که به جنجال کرده سکل تو میگونه به ترافیک برده بستم دن از اون حالا مگه انجار سل کنم پیار گفتم پول نداره گفت نه و ما چی داشتیم مهم سکل خریدم انا گفتم بیادم مگه از خود اشته بشی یا من یه بیارم یار گیلک جاگنی کارو بکنی اردن کی میری کیلومتر زنده که باشی گیلک سلامت بشی چه میارم زیده میارم چندی داری؟ چی؟ 3.5 ساعت 3.5 ساعت داری؟ یک تو مال مخسره میکنی؟ نه بخاطر 3.5 ساعت زهگی میگی حواست تو باشه تقبل که میکنم 3 ساعت جارسل میدم چی؟ و چی میفهم؟ من آقا دیادم گفتم 10,000 پیل بکار دارم 10,000؟ خواه اصلا تو کتونی تو برو مادر پیار کنه که وجود بیاد 10,000 این پیار رو شما اعتبار میبینه حالا اشتر نمیبینه و من میبینه اگر منو کارت میشه من پولار میدم ما پس خود میدم ما فقط هم سکر با ترافیک بیرو کنم برو جو اگه سل که تو اگه من میشینیم ساعت کارت میشه لگولگ ما بتر میشی بدین جایه برو من برطالب جارم گیل اگه نیست انسانه که مفتردی دیگه همین بخیش از تو نمامه و به سرعت انسان نمادم اینجا خب پس یادت که ما بخو خوندن اکدی باشی و کرده بیدم نداری پول چی؟ همین نداره ما میگم نه بابا داشته باشم شاید امکان داره که 120 بده تو خدا شما خیلی ولی دست خوب خدا اگر مولم تو بیام بازم بگو بره بگم باز باید پولمون لگه اینا نگفتن دارم یک زنگ بزنیم که این کارو بشه به گوشی دارم به گوشی میفهمم گوشی مدام بزنید پولا شما میارم بعد شماره تو ننم دارم نمیگی شماره تو ننم دارم با پشت بام نمیگذارم قدم را پیزال وقت یک کنار من اگر بشی بیایی تو به پیش من پیزال وقت یک کنار من تو که عروسی کنم ببرم پیزال وقت یک کنار من با کی پیدا شدم گرود بماله پیزال وقت یک کنار من شده چند روز که پنشون بی نشده پیزال وقت یک کنار من Hey, hey.
بوم مردم چی علافه داره. کجا بدی که چی؟ بیا مادم شما کار دارم. چی کار؟ یک پیاله چای هم می‌آوردی مقدار عقل تو. وقت پیاله چای نبود. وقت چی بود؟ لالا عباس اومده بود. چی ماست؟ میگفت اگه هر رقمی میشه از هر جا میاریم با ما 10,000 پولی بدین که سکل می بگیرید. دو مادی از ایران که بیامده خبر داریم. بیامده سکل سوور دیشته بیده به در شده بیده به شرم چون کار دیشته چی رقم بیده. قرار کرده سکل عظیم میستونه. ترافیک سکل میستونه. قرار کرده بر میداره میبونه. نیرو لان دو پا دگه در آستر میه به خصوص و خبر غلطکر میده که سکل از ما بستونده. خب بالاخره انال عباس برات پول میگرده 10,000 پولی ماه که برای سکل خود ورسته کنه بدر کنه ترافیک. گفت اکبر آمازون بگو سلام رد سلام بگو هم 10,000 به هر طریقی میشه تا برای یک هفته 10 روزی برای ما بده که ما برو می سکل خود بدر کنه ترافیک. بزو میگفتی پول هست و مشکلی نداره. اگر معامله به سر یک هفته 10 روزه چشم اون پولا به خونه هرچی 10,000 می 20,000 می سکل دگی میخری هرچی می ببر. منتهی نشه که 10 روز برسه به 10 ماه که ما هم با پولی به کار داریم ما هم بفهمیم حساب کتاب خورد. من امیر میفهم که بابا ما شاگل و به بچه و پول دادیم مگره ببخشیم. خود چه کار کنیم میگه بفتدی و گار شدی نه. همین معامله قوم خیشتری حق همسایه داری که بشد مجبوری اگه همون تو آدم هم هست مجبوری ترر بکشی. اختیار خدا یعنی ما برون چی بگو من باش من تره گفت به من زنگ بزن اگه گفتک برار تو پول دیشتک به من میدون. خود زنگ میزدی به من از همین جگاه میگفتون که یا پول بدی یا نده. عمالی به جلو خوبی آمدون 25 پی بگشی خب پول دیدن پول نداشتی بده. خود از همین زنگ میزدی. برو بزو بگو عباس شان برار ما گفته پول میدم سر وعدیو که 10 روز یا یک هفته میگم پولار بدی. اصلا 10 روز یک هفته چی 20 روز 2 هفته 20 روز 3 هفته بیخی. به سرمون 3 هفته پولار بدی که ما هم با حساب کتاب خوبه هم گپ خوبه حساب خوبه بفهمیم. برو برای بگو اون 10,000 زن برار خوب بگو بده. بسنو بدو. بگو بده دیگه حالی بیامده چیکار کنیم؟ میشه که روی رو نداری. به 10 برفته روی بر نداشتم بیا دست رو ما رو متکنیه. اولی همه خود خوب بموندی از جوان بموندی. خب مردم اینا رو میشناسه که پول آدم بستونم صاحب میشن دیگه نمیدم. خب من هم که این دفعه پولار بدادم بار نداد دیگه با می اول خیری میشه. 10 جریفه برای بیا از این خوی از اونا رو میفهم که میته چیزا هم. ولی چی بگو؟ بگو به زن برای خوب بگو بده پول. 10,000 بگو بده بریو. زنگ بزنم بریو بیای بگو. خب میگی به سرام آماده بود. به سرام بیام برو با برو خوب بگو اگه پول دیش میداد فقط برای من زنگ که بیام پولار بگو. بگو بیا ببر اگه. بزی شرایط داری به پول هم دیشته بشه علا است مردم به بلای. ای امره که بزی دندونی بیامد میای به پول قرض کده او هم. کاش که حال شرایطی باشه که کسی به سر وعده خود پول بده. بابا تو سکل تو ترافیک ببرده تو که پول جواسری نداری تو سکل ماه چه کار؟